همه چیز با یه ایده و علاقه شروع شد، اما بعدش با چند تیکه پروفیل و لوله و چند خال جوش رخ فرمول 1 رو گرفت. اما صبر کن، بذار برگردم عقب‌تر. همون جایی که یه طرح ساده چوبی کوچیک بود، همون طرح ساده‌ای که شد این. برش پروفیل ها برای شاسی کف. اولین کار که کردم این بود که رفتم سراغ مواد اولیه، یعنی پروفیل ها. ابعاد مورد نیاز رو به فروشنده دادم و بعدش برش ها رو با دستگاه انجام دادم. هر قطعه که برش می‌خورد در واقع یه عضو از اسکلت اصلی باگی آماده می‌شد. خمکاری لوله ها. نقشه خم ها رو خودم کاملا دقیق روی برگه پیاده کرده بودم. لوله رو روی نقشه می‌گذاشتیم و مقایسه می‌کردیم. دقت تو این کار خیلی مهمه. اگر کوچکترین اختلافی بود اصلاح می‌کردیم، چون این لوله‌های خم خورده فرم شاسی باگی رو شکل میده و کوچکترین خطایی توی فرمشون کل ساختار باگی رو تحت تاثیر قرار میده. خالبندی شاسی کف. بعد از آماده شدن پروفیل ها و لوله‌های خم خورده نوبت به مونتاژ و جوشکاری شاسی کف رسید. قطعات رو روی یه سطح کاملا تراز چیدیم. در این مرحله فقط خالبندی انجام دادیم. کار خالجوش زدن رو با بزرگم انجام داد. برای این خالبندی میکردیم که اگر بعداً خواستیم تغییرات انجام بدیم راحت بشه انجام داد. شاسی کف حکم فونداسیون کل باگی رو داره، پس قبل از جوشکاری نهایی باید از جهت ابعاد، زاویه‌ها و تراز بودن همه چیز مطمئن می‌شدیم. ساخت و فیکس کردن رول کیج. بعد از اینکه شاسی کف خالبندی شد نوبت به رول کیج رسید، یعنی همون ستون‌ها و لوله‌های محافظ بالای سرنشین. اول رول کیج رو جداگونه روی زمین کنار هم چیدیم و با کمک بابا بزرگم شروع کردیم به خالجوش زدن. من در تمام مدت ابعاد، زوایا و تراز بودن مجموعه رو چک می‌کردم تا فرم رول کیج دقیق طبق طرح از آب در بیاد. بعد از اینکه خالبندی این بخش جداگونه تموم شد رول کیج رو آوردیم روی شاسی کف سوار کردیم و دوباره با کمک بابا بزرگم همونجا فیکسش کردیم.
اضافه کردن لوله های جلوی سازه. این لولا از این نظر کلیدی که قرار سیستم جلوبندی و طبقه روشون سوار بشن. یعنی عملا ارتباط چرخ‌های جلو با شاسی از طریق همین بخش برقرار میشه. اول جای دقیق هر لوله رو طبق نقشه روی شاسی مشخص کردم. بعد لوله ها رو تک تک در موقعشون چیدم و با متر و تراز زوایا و ابعاد رو به دقت بررسی کردم. وقتی از صحت همه چیز مطمئن شدم شروع کردم به خالجوش زدن و فیکس کردنشون.
اضافه شدن این لولا باعث شد نمای جلوی باگی بیشتر به چشم بیاد و عملاً مسیر برای نصب قطعات فنی بعدی مثل تعلیق و فرمان هموار بشه. بعد از اینکه لوله‌های جلوی ساز فیکس شدن رفتم سراغ محکم‌کاری و در عین حال زیباسازی اسکلت. چند تا لوله را شاسی کف به رولکج متصل کردم. این لوله‌های کمکی هم استحکام کل سازه رو میبرن بالا، هم از نظر بصری فرم اسکلت رو زیباتر و جدی‌تر نشون میدن. تقویت سازه و فرم‌دهی جلوی باگی. در ادامه نوبت به بخشی رسید که در آینده قرار صفحه کیلومتر و متعلقات روی داشبورد روش نصب بشه. توی این قسمت یه لوله رو در موقعیت مناسب چیدم و فیکس کردم.
بعد از همون لوله یه اتصال به سمت جلوی باگی برقرار کردم. با اضافه شدن این عضو یک دفعه رخ ماشین تغییر کرد و اون حالت کشیده و دماغه رو به خودش گرفت. این مرحله برای من یه نقطه عطف بصری بود، چون دیگه طرح کلی باگی قابل لمس بود.